السلام علیکم خوانندگان و تماشاگران محترم. ما با همراه شما امروز آیید موضوع پروگرسیوی اریتمتیکی معلومات میدیم. پیش از آن که من آیید پروگرسیوی اریتمتیکی به شما معلومات میدم، اول کوشش میکنم که شما رو با مفهوم همین پروگرسیو شناس کنم که این پروگرسیو از چه فهمیدم میکنه. ما پیش از آن که در مکتب با درس دویم معلم درس معلم مضمون میپرسد امروز کی با درس یکم دویم سوم اومده بود. میگه که وقتی که جواب دادن میگه که فلان آدم خواننده یکم اومد، بعدی وای دویم وای سوم وای چهارم وای گفت نام گرفتن دیگه. یا که روی خطی که در ژورنال صنفی ما نوشته شده است میگه که خواننده آخران در صنف کی است؟ میگن که خواننده آخران در صنف خواننده حسن باشد که این حسن در ژورنال صنفی در رقم 25 نوشته شده. یعنی اگر ما همین ژورنال صنف و خواننده اومده را با 90 با حساب گیریم یا گروه اعضاها میروند، یعنی اینو یک پیدرپایی مخصوص هستند که اعضای یکم سر کرده تو با اعضای آخرون میروند. یعنی ما بالکل پیدرپایی رو در همون ذهن نوشته میکنیم. اعضای پیدرپایی رو ایندکس خط اشاره میکنن، یعنی میگن ای 1 ای 2 ای 3 ای 4 میگن و ها کذاها گفته آخران اعضاش ای این میگن. یعنی در مثال ژورنال صنفی ما گفتیم که بگذار در صنف 25 خواننده باشد، اونگو همین این ما با 25 برابر میشد. اکنون همه پیدرپایی ها رو پروگرسیو گفتن ممکن نیست. یعنی پیدرپایی ها با خود نام‌های بسیار دارن. پیدرپایی هست که با خود نام دارن. برای همین ما با این پیدرپایی ها در آینده با عنوان مختنی ماتماتیکا شناس میشه. برای همین روز ما شما قطعی فقط درباره پروگرسیو اریتمتیکی معلومات میدیم که شما همین اوید مسئله اوید پروگرسیو اریتمتیکی رو حل کرده توانید. یعنی این پروگرسیو اریتمتیکی ما مثالهای رو بازی قطعش میبریم که اینها مثالهای عادی هستند، یعنی مثالهایی هستند که با آسانی حل کرده میشن. وقتی که ما این مثالها رو فهمیم مثالهای کمتر دشوارتر این ترتیبا حل کرده میتوانیم. اکنون میبینیم که همین نوشته شده که من در تختای سی نوشتم ای 1 ای 2 ای 3 و او کذا ای 1 که پروگرسیو اریتمتیکی میشد. همین پیدرپایی پروگرسیو اریتمتیکی میشد اگر شرطی زیرین رو عمل کنند. یعنی اگر ما اعضای دیمش اعضای یکم ترک کنیم، اعضای سهمش اعضای دوم ترک کنیم، با از اینجا اعضای چهارمش اعضای مثل سهم ترک کنیم و همه تابلو اجرا کرده اعضای اینمش اعضای این مینوس یکمش ترک کنیم. همه فرق ها اگر عدد یخیله شوند اونگو میگه که این پروگرسیو اریتمتیکی. همین عدد یخیله شدگی را در ماتماتیکا با حرفی ل اشاره میکنند و نامش میگن که مخرج پروگرسیو. یعنی باز تکرار میکنم که برای اون که پیدرپایی بالا پروگرسیو اریتمتیکی شود با ما لازم است که شرط ذهنی رو اجرا کنند. یعنی اگر ما اعضای دیوم اعضای یکم گیریم، اعضای سوم اعضای دیوم گیریم، اعضای چهارم سوم گیریم و او کذا از اعضای اینم اعضای این یکم گیریم، باید که همین فرقو با یک عدد برابر شود که این عدد رو در ماتماتیکا فرق پروگرسیو می‌ماند. اکنون ما برای اون که فرق پروگرسیو را نوشتیم ما مثال کار کردنی توانیم که ما مثال کار کنیم. این یکی از مثال رو ما میگیم همین مثال همین خیلی شرط میکنم. میگه که در پروگرسیو اریتمتیکی من در اینجا داده شده است رو مینویسم. میگه که اعضای یکمی پروگرسیو با 1 برابر است، اعضای پنجمی پروگرسیو با 13 برابر است. اگر همین چیزا برابر باشه میگه مخرج پروگرسیو و اعضای هشتم میفته شد.
من برای اونکه همین کار اجرا کرده تمام من از فرمولای اعضای اینمی پروگرس استفاده میکنم. یعنی من فرمولا رو می‌نویسم که اعضای اگر من اعضای اینم شو نویسم اعضای اینمی پروگرس الگوریتم برابر با اعضای یکم طرح n مینوس یک ضرب مخرج پروگرس، یعنی به همین عدد برابر است. این عدد برابر با همین عدد برابر. اکنون من وقتی که همین فرمولا رو نوشتم این فرمولا ما باید که ارزیابی بدونم. اگر من به شرطی که همین فرمولا رو ارزیابی ندونم من یگون مسئله رو حل کردن نمیتونم بودی پروگرس. برای همین از شما احتراما خواهش دارم که همین فرمولی که من در تختر سی نوشتم اینا چیزی که شما تبلیغ فوار میتونید ارزیابی کنید. اگر ارزیابی کردید مسئله رو کار کردن میتونید، اگر نکردید نمیتونید. من از همین فرمولا اعضای یکم معلوم اعضای پنجم، من از همین فرمولا اعضای پنجم میگم از همینجا، یعنی با جای n من 5 میگذارم در فرمولای بالا اون رو اصیل میکنم. اعضای پنجم برابر است اعضای یکم جمع 5 طرح یک ضرب خوب این برابر میشه اعضای یکم جمع 4 p. یعنی من اعضای پنجم یافتم که اعضای پنجم من این برابر به اعضای یکم جمع 4 d. اکنون من اعضای پنجم قیمتش میدونم که با 13 برابر. در این مدل اگر اینجا 13 گذارم با جای اعضای یکم 1 گذارم اون یک مدل من مدل یک معلومه میشه که من دی رو به 1000 یافتم میتونم. اکنون 1 رو به طرف چپ بریم 13 تا 1 برابر 4 د میشه. از اینجا 12 برابر 4 د میشه. اگر این میسور ما دی را یافتن شد من این مخرج یافتن شد 12 را به 4 تقسیم میکنم 3 میشه که مخرج پروگرس. اکنون من به شرط میسود اعضای هشتم بیومید میگم مردم بوکی نیست. من در همین فرمولایی که گفتم اعضای که 8 میذارم 8 میذارم میشود اعضای یکم جمع اینجا 8 میذارم 8 یک اگر 7 میموند 7 د میشه. یعنی اگر از اینجا ما اعضای هشتم یافتن شد اعضای یکم من 1 است اعضای دوم د است 1 با این جمع کنم 21 میشه با این ضرب کنم 22 میشه. یعنی اعضای هشتم ما برابر 22 میشه. اکنون ما هر یک اعضاش ما حل کردیم با مسئله مدگی جواب گردیم که مسئله چه حل کرده میشه. اکنون اولی ما با روش ما باز مسئله دیگر را دیدن میبوریم باید همین پروگرس هست که شما با دقت باشید و کوشش کنید که در این مسئله آینده را کار کرده توانید. فرض کردیم که 12 شده است شرط مسئله میگه که اعضای یکمش با مینوس 6 برابر است اعضای هشتمش برابر است با 6 برابر و اعضای پنجم یافته شد. اگر در این مسئله نگاه کنیم اعضای یکم معلوم اعضای هشتم معلوم اصلا یافتن نکن اعضای پنجم. برای اینکه ما اعضای یکم معلوم است من همین اعضای یکم فرمش دیگه حجتی نوشتن ندارم من اعضای هشتم می‌نویسم. اعضای هشتم اگر از روی همین فرمولی که من گفتم شما در اعضای نویسم این برابر میشه با اعضای یکم جمعی 8 دارم 7 د میشه 7 د. یعنی من همین نویسم اگر در اینجا شما اگر بود دقت باشید همین نوشتگی من اگر با شرطی که قیمتاش بذاریم با جای اعضای هشتم 6 بذاریم و با جای اعضای یکم مینوس 6 بذاریم و جمع کنیم با 7 د و از اینجا اگر با شرطی که 6 یک طرف بیاریم 6 12 میشود برابر 7 د میشود. اگر ما د را یافتنی شویم در اینجا ما د رو از اینجا اگر که ما یافتنی شویم مخرج پروگرس این 12 تقسیم 7 میشه که شما چیزی که میدونید این با یک بتون
5% واسه مخرج پرگریس بله. اکنون ما وقتی که مخرج پرگریس را یافته ما میتونیم که روی مخرج پرگریس که ما شما قدر یافته ما میتونیم که از این روی مخرج اعضای پنجم هم بریم. اکنون اعضای پنجم 40 کیلو میبریم این برابر اعضای یکم جمع 4 ده. اکنون اعضای این باید اعضای پنجم برابر میشد اعضای یکم ما مینوس 6 پلوس 4 ضرب ده مون هست 12 تقسیم 7 12 تقسیم 7 هست این ده توضیح کنم هم مثال پیشنه 12 تقسیم 7 این ضرب کنیم 6 میشد اینجا ضرب کنیم 48 تقسیم 7 میشد این ضرب کنیم اگر 7 میشد 7 در 6 42 میشد 42 با این جمع کنیم اگر 90 میشد 90 اگر ما اینجا آر یفتنشیم این میشود 1 تا میرسد 20 2 تا میرسد 14 6 تقسیم 7 میمونه یعنی بسیار همین مدتی اگر باشد که ما حل کرده میشه بسیار حل کرده میشه. اکنون نو شرط وقتی که شما مثالا را حل میکنید و در وقت حل کردن با من تکرار میکنم که من بسیار موارد میشود که هنگام کتاب مثالا را نوشتم ما میتونم که مثالا را رقمایی که من میگیرم نامعلوم رو خطا نویسم یا نامعلوم یا معلوم رو از مثال پایان میگیرم یا تشابه میگیرم مثال جوابش گوناگون میبرد برای شما این قدر دقت هم نتید باید کوشش کنید که مثال خودتون بارها دیده حل کنید که مثالشون درست بود. چی سوالی که اویدی پروگرس ارتمتیکی میشود میتونید که خطی نویسید من با سوال شما جواب میگیرم تا میکنید. رحمت با